و هر دفعه که این موضوع تکرار میشد این معلم من یک رفتار خیلی 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 بدی میکرد. ماجرا از اونجایی شروع میشه که من 2 از دوستام رفته بودن توی کلاس پیش هم و من تک افتاده بودم. من اصلا کلا یه ذره دچار افسردگی شده بودم واسه اینکه با دوستام توی کلاس نبودم. شاید یه روزی مثلا مشق نمی نوشتم، فرداش به هوا این که تقصیر رو بندازم که من حواسم نبود دفترمو نیاوردم، نه این که مشقمو ننوشتم، دفترمو نمیبردم، دفتر ریاضی. مثلا این موضوع شاید 2 بار 3 بار تکرار شد و هر دفعه که این موضوع تکرار میشد این معلم من یک رفتار خیلی 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 بدی میکرد، یه تحقیر جلوی همه. بابت نیاوردن شاید 2 بار پشت سر هم تکرار شده بود، انقدر خشمگین شده بود که یه سیلی خوابون تو گوش من. این تأثیری که این معلم توی زندگی من تو همون دوران 9 سالگی گذاشت انقدر عمیق بود که من همیشه از این آدم وحشت داشتم. من وارد دوران راهنمایی شدم. ما یه معلم روز اول اومد سر کلاس ما که هم معلم املای من بود هم معلم زبان انگلیسی. حالا منم تا قبلش اصلا زبان انگلیسی نمیدونستم چی هست. این خانم که همین که وارد کلاس شد کپی برابر اصل معلم 3 دبستانم بود. من یک تپش قلبی گرفتم وقتی این آدم وارد شد. احساس می‌کردم خواهر دوقلوشه، مثل یه سیبی که از وسط 2 نصف کردن. این بنده خدا حالا هر جهتی میگذشت و میخواست با من ارتباط برقرار کنه، من اصلا خودم هیچ راهی به ایشون نمیدادم. چرا؟ چون یادآور خاطرات بعد، یادآور یک خشم یک معلم ضایع کردن. و این آدم اصلا، این معلم زبان من اصلا همچین شخصیتی نداشت، ولی همین باعث شد که اصلا تو کلاس من گوش ندم که این آدم چی میگه، ABCD چیه، و همین روی من تأثیر گذاشت و خب پایه زبان من خیلی ضعیف بود. هیچ وقت زبان خوبی تا همین سن 32 سالگی ندارم، چون که اصلا علاقه ندارم. مثلا حرف زبان میزنن انگار معلم 3 دبستان من میاد جلو چشمم. اون خشمش، اون بچه‌ها خیلی به معلماشون تو دوران دبستان وابستن. یه کسی که برای تو یک خاطره خوب میسازه دیگه ساخته، تو ذهن تو میمونه و اون معلم هم هنوز توی ذهن من مونده و به عنوان یک شخصیت خشمگین، ترسناک، منفی همیشه بهش فکر میکنم.